خب این مسجد قبا یکمین مسجدی که در اسلام بنا شدگی است. او مسجده. این مسجد یکمین حضرت رسول الله صلی الله علیه و بنا میکنه. 3 روز در این منطقه رسول الله صلی الله علیه و میشینه. 3 روز قصد صحابه میشینه، مشورت میکنه، چکو کنن دوام دیگه بشوه. اینجا مسلمان حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله در بلوی درخت خیمه میمونن، میچخن، منتظر میشن که حضرت رسول الله حضرت رسول الله پیشواز میگیرن. جانت زتن بیرون شود، حالت دگرگون می شود. عمرت بود 100 یا 90، آخر ز دنیا می روی. اسب هوس را تاختی، قصر و عمارت ساختی. سر را به ناز افروختی، آخر ز دنیا می روی. آخر ز دنیا می روی. در خواب و خور همدم شدی، در مال و زن خوشدم بودی. در فکر دین کم کم شدی، آخر ز دنیا می روی. آخر ز دنیا می روی. ای آدمی ای بی خبر، آخر ز دنیا می روی. هر چند داری سیم و زر، آخر ز دنیا می روی. جانت ستن بیرون شود، حالت دگر همه کسانی که تماشا دارن نیت حج و عمره دارن نصیبتون کنه. بارک الله فیکم.